دومین قسمت حدیث بود که والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر کسی هست که دوری کند از اون کارهایی که خدا از قریب شدن اون کارها منع فرموده است که قریب نشوید به این کارها. علما می فرمایند که احتمال دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم این ارشاد مبارک را در دو جا گفته باشد. یکی برای مهاجرهایی که هجرت کردن از مکه به مدینه، چون که در ابتدای اسلام تا فتح مکه هجرت کردن فرض بود، فرض عین بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای اونها فرمود که شما فضیلت هجرت الوطن را گرفتید که از وطنتون هجرت کردید، کوشش کنید که این فضیلت را باز پرتر بگردانید بچه به هجرت از معاصی و گناه، تا اینکه مهاجری حقیقی شوید، هم مهاجری از وطن و هم مهاجر از چی؟ نافرمانی های خدا. دوم جایی که احتمال دارد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این را گفته باشد، این بعد فتح مکه است. وقتی که مکه مکرمه فتح شد دیگر هجرت کردن چی شد؟ هجرت عن الوطن منسوخ شد. فرض بودن هجرت از وطن به همون گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که فرمودند لا هجرت بعد الفتح. اکنون بعد فتح مکه دیگر هجرت برگردن مسلمان ها فرض نیست. بعد همین منسوخ شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دیگر مسلمان هایی که از این هجرت محروم بودن بعد فتح مکه اسلام آوردن، اونها از این فضیلت هجرت که در قرآن کریم فضائل بسیاری مهاجر بیان شده است، از این محروم بودن، شاید سبب خودشان را کم حس میکردن در اجر ثواب شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دلبرداری اونها گفت که اگرچه شما دیگر نمیتوانید که از وطن هجرت کنید که این منسوخ شد، لیکن برای شما یک هجرت دیگر هست که باعث اجر و پاداش می شود. اون هجرت از معصیت و گناه است. تا قیام قیامت این هجرت باقی هست. انسان از گناه باید دائما چیکار کند؟ پرهیز کند.